ابراهیم اردهم از پادشاهان بزرگ بلخ بود. روزی او همراه با دستیارانش به شکار رفته بودند. بعد ساعاتی آنها برای خوردن غذا توقف کردند و سفره بزرگ پهن کردند. در میان سفره بزغاله بریانی بود و آنها آماده خوردن غذا می‌شدند که ناگهان پرنده آمد و تکه‌ای از آن بزغاله بریان را با خود برد. ابراهیم دستور داد به دنبال آن پرنده برویم. آنها بعد از تعقیب پرنده به مکانی رسیدند که دیدند مردی به یک چوب بسته شده و زخمی است. آن پرنده هم آن تکه غذا را به دهان آن می‌گذارد. ابراهیم از آن مرد پرسید: تو را چه شده و حکایت این پرنده چیست؟ آن مرد گفت: یک هفته پیش راهزنان مرا گرفتند و مال اموالم را بردند و جهت اینکه صورت آنها را دیده بودم و به سربازان چهره آنها را نگویم مرا اینجا بستند تا بمیرم. این پرنده یک هفته است به امر خداوند برای من با منقار خود آب و غذا میآورد. ابراهیم اردهم وقتی این را شنید و این صحنه ها را دید دگرگون شد و گفت: خداوندی که ضامن روزی بندگانش است، مرا چه به حرص پادشاهی. ابراهیم بعد از آن روز پادشاهی را کنار گذاشت و خود را وقف خداوند کرد.